همین بگونی باید اومده رسه. بله انتظارم. بیا امید چون کردی اون مسئله کوری را؟ بله رئیس بانوزادم اومده. همه حجتاش تیاره. فقط عریضه می‌نویسه تمام. بهترین کمی نامزدت بگو درویا. حاضر یا لحظه رئیس. بیا عزیزم. سلام. امیده بین همینجا را من اجاره گرفتم. یک کم ترک دیگه سرمایه گذاری میکنم. کارمون خوب میشود. کم ترک طاقت کن. چی خوب میشود؟ کی خوب میشود؟ این سخنهایی است که تکرار است میفهمی؟ تو هیچ کاری برای من کرده نمیتوانی. تو صاحب هیچ چیز شده نمیتونی. میدونی شمشاد یک نفر دیگر رو در زندگیم پیدا کردم. برایم همه کارو میکنم. از همین جا رابطه من تمام. دیگر با من زنگ نزن. رئیس بخشش امید کم پر فکرم گذاشته دارد. رئیس معرفی میکنم. عروس شوندم اومیده رئیس من شمشاد. چگونه که با تو دربارش هر روز میگفتم بهترین انسان است. گذشت. رئیس همیشه فکر میکردم که شما با تنهایی چگونه به این مرتبه ها رسیدید. امید جان یک روز به یک نفر گفتم همه داروییم رو سرمایه گذاری کرده موفق میشم. اما به حالم خندیده پستم زد. رئیس باز دختر نباشد. بله دختر بود. اگر اون وقت چون این رفتار نمیکرد به این مرتبه ها نمیرسیدم. بعد رئیس اوزی خبر دارم که همون دختر در کجاست. نمیدونم در کجای باشد دعا میکنم موفق باشد اما پشیمون نشود. میتوانید روید از خود حاضر کار آغاز کنید. خوش آمدید به شرکت.